امیدوارم که حالتون خوب باشه. ببخشید من یه ذره دارم یواش صحبت میکنم به خاطر اینکه همونطور که اول ویدیو دیدین پندار خوابیده و اینکه اگر سر صدا کنم چون تازه خوابیده ممکنه که بیدار بشه و دیگه بد اخلاق باشه. امروز یکی از دوستای من که توی یه ولاگی که از ولاگا دیدین من با پندار رفتم خونهشون و یه بچه 2 ساله داره، قراره بیاد خونه ما. بعد قراره که من واسهشون مرغ سوخاری درست کنم. من یه دونه چند روز پیش دستور مرغ سوخاری رو اینستاگرام دیده بودم، بعد درست کردم، خیلی خوشمزه شد. توی اینستاگرام استوری گذاشتم، بعد گفتم که این دستور رو درست کنید، خیلی هم راحته، مواد اولیه‌اش هم خیلی خوشمزه است. بعد از اینکه اونو گذاشتم همه دوستان و آشنایان گفتن که پس برامون درست کن. مثلا بابا خودتون درست کنین، خودتون زحمت بکشید اینا. خلاصه بعد از اون مرغ سوخاری که گذاشتم چند دفعه واسه همه درست کردم. امروز هم دوستم گفتش که پسرش خیلی مرغ سوخاری دوست داره، ولی چون مال بیرون حالا روغناش مونده است و اینا خودش دوست داره که مثلا براش درست کنه. منم بهش گفتم که پس بیا خونه ما، من براش درست میکنم، بخوره، اگه دوست داشت رسپشو بردار تو هم درست کن. حالا یه اتفاقی که افتاده، الان برق رفت و خیلی گرمه. خونه ما هم دیدین دیگه، دور تا دورش پنجره است و قشنگ آکواریوم. الان هنوز کارمو شروع نکردم، دارم از گرما خفه میشم. فقط امیدوارم که تا دوستم میرسه برقا بیاد که همونا اذیت نشن از گرما و اینا، هم تفلکی بتونه با آسانسور بیاد بالا. خلاصه دیگه این برق خیلی بد موقع رفت. حالا ما اصلا خونمون برق نمیره. بعد چند وقت پیش، مثلا چند هفته پیش، دوباره این دوست اومده خونمون، بازم برق رفت. امروز بهش پیام دادن برق رفت، گفتم ببین تو اصلا اراده میکنی بیای خونه ما، برقا کلا قطع میشه. حالا الان تا پندار خوابه مواد اولیه این مرغ سوخاری رو بهتون بگم چجوریه، چون من میخوام مرینیتش کنم بذارم یکم بمونه. دوستم که اومد شروع کنم به سرخ کردن، بریم که بهتون نشون بدم. خب اینو ببینین، بذار من ببینم توی ویدیو خوب میفته. آره این موادیه که غلظتش رو ببینین چجوریه. این موادی که باید درست کنیم و مرغامون رو توش بذاریم اول مزه‌دار بشه و این آرد و این مواد بهش بچسبه. حالا من بهتون بگم که توش چه چیزایی ریختم. 2 تا پیمونه آرد، این 2 تا لیوان اینطوری. من از این لیوان کفش نوشته منصور، از این لیوانا به عنوان پیمونه استفاده کردم. 2 تا پیمونه از این، یعنی 2 تا لیوان آرد ریختم، یه دونه آب، 2 تا تخم مرغ. فقط یه چیزی در مورد تخم مرغ بهتون بگم که سفید و زرد رو با هم باید بریزین. فقط من یه چیز در مورد تخم مرغ تازه فهمیدم، حتما همتون میدونین، ولی واسه اونایی که نمیدونن مثل من و شاید مثل من نمیدونم بگم. اگر که میخواین تخم مرغتون بوی زوغ نگیره توی چیزی استفاده میکنین، اون قسمت غیر شفاف سفیده رو جدا کنید. توی سفیده تخم مرغی قسمتی هست که سفید، خیلی فکر میکنم نطفه تخم مرغ باشه. اون قسمت رو اگر جدا کنید تخم مرغاتون اصولا وقتی که بذارید توی مواد و اینا بوی زوغ دیگه نمیگیره. این یه چیزیه که من چند بار امتحان کردم و واقعا بو نمیگرفتم. پس شد موادمون 2 تا از این آرد، یه دونه آب، 2 تا تخم مرغ، نمک، فلفل، زردچوبه، پودر پاپریکا به مقدار لازم. حالا اگر مرغاتون زیاد و کم بود شما آرد رو اول بریزین، بعد آب رو کم کم بهش اضافه کنید، یه جوری که غلظت موادتون این شکلی بشه. یعنی نه خیلی شل و آبکیه نه خیلی سفته. اون رسیپی که من دیدم با سینه مرغ درست کرده بود، ولی شما میتونید با فیله یا مثلا ساق مرغ، ساق رون یا مثلا بال و کتف اگه دوست دارین. فقط فکر کنم اونا رو باید قشنگ حسابی بذارید توی روغن با دمای ملایم بپزه که اون مغز توش پخته بشه. من الان میخوام مرغا رو خورد کنم، برشایی که میزنم بهتون نشون میدم چجوریه، بعد بریزم تو اینو، بعد دیگه بریم مثلا مرحله بعدیش. گفتم شما هم توی خوشحالی سهیم کنم. برق اومد، الان گوشیمو از روی سپایه برداشتم، به دوستم سری زنگ زدم گفتم سری بیا برق اومد. آره خلاصه که برق اومد و الان خنک میشیم. ذره خنک بشه خونه، من برم مرغا رو خورد کنم. بچه‌ها ببینید من چقدر جوش زدم، صورتم داغون و واقعا نمیدونم چرا دارم اینقدر جوش میزنم. یعنی یه تایمی فکر میکردم مال خستگیه، یه تایمی فکر میکردم مال ناراحتیه، یه تایمی فکر میکردم مال نمیدونم بیخوابیه.
الان دیگه انقدر دارم جوش میزنم و جوشایی که من اصلا تو دوران بلوغم از این جوشا نمیزدم. اصلا چیز عجیب غریبی. دوربینم کثیفه. اصلا یه جور عجیب غریبی دارم جوش میزنم. مدل جوشا شبیه جوشای بلوغه. فکر کنم تازه دارم به بلوغ میرسم. برش هایی که باید مرغو بزنی، سینه مرغو خیلی نباید نازک باشه، خیلی هم نباید کلوف باشه که قشنگ وقتی میندازیم تو روغن اینا مغز پخت بشن. ببینی من اینطوری برش میزنم. بعد یه نکته ای هم که داره اینه که بعد روغنتون حسابی داغ باشه و اینا توی روغن قوطه ورم بشن. ببینید اینا رو اینطوری میندازیم توی این مواد و آخر همه رو قاطی میکنم. بچه من خیلی مرغ سوخاری دوست دارم. خب بعد یه چیزی که وجود داره اینه که مثلا از رستوران که میگیری، من نمیدونم چرا حالا من این شکلی هم فقط یا شما هم اینطورین، یه عذاب وجدان خاصی همیشه من دارم وقتی مرغ سوخاری میخورم. اصلا نمیدونم چرا اینطوری، اما مثلا احساس میکنم الان یه چیز ناسالمه. حتی اگر بهترین رستوران هم بگیرم باز این احساس رو دارم. احساس میکنم الان یه چیز ناسالمه، سرخ کرده روغن مونده کثافت دارم میخورم. ناخودآگاه احساسم در موردش اینطوریه. حالا الان با این رسیپیه خیلی حالم خوبه. مثلا هر موقع عوض مرغ سوخاری بکنم سریع. بعد خیلی هم رسیپیش راحته، خودش مواد اولیه‌اش همیشه تو خونه موجوده. پندار که مرغ سوخاری نمیتونه بخوره، یعنی خیلی براش جذابیتی فعلا نداره. من و دوستم و پسرش هستیم که پسر اونم 2 سالشه. خیلی زیاد نمیخوره دیگه. بچه 2 ساله 2 تا یا 3 تا تیکه بخوره، اگه به ترکونه 2 تا تیکه بخوره سیر میشه. به خاطر همین من فکر کردم که 3 تا تیکه سینه بسمونه، چون من خودم و بهنام که هستیم 2 تا سینه درست کردم، یه چند تا تیکش اضافه اومد نتونستیم بخوریم. حالا کنارش یه چند تا قارچ ریزم خریدم. داشتم میگفتم بهتون یه چند تا قارچ ریزم خریدم، کنارش قارچ ریزم میندازم توی همین مواد. آخرش که اینا سرخ شد قارچم سرخ میکنم، چون آدریان پسر دوستم میدونم که خیلی قارچ دوست داره. قارچم سرخ میکنم، یه کوچولو سیب زمینی هم کنارش سرخ میکنم دیگه. خلاصه دیگه میریم برای جام جهانی. خب بذار اینو بهتون نشون بدم، این چنگاله رو بردارم. خب من الان اینو بذارین دوربینو بیارم اینجا شما خوب ببینید. اینو من الان میذارم یه سلفون میکشم روش، میذارم توی یخچال که قشنگ مزه های ادویه های توی این ملاتی که درست کردیم بره به خورد مرغا. بعد میگم دوستم که اومد دیگه شروع کنم به سرخ کردنش. رو قشنگ اینجا یه ذره خنکشم، واقعا برق یه نعمته. الان فهمیدم مثل اینکه گفتم با شما به اشتراک بذارم. نه واقعا ما همیشه قدر اون چیزایی که داریم خیلی ساده است و نمیدونیم. حالا اینه که شوخی میکنم مثلا حالا برق و اینا، البته که باید برای اینا واقعا قدردان باشیم، ولی گاهی اوقات یادمون میره بر قدر سلامتی رو نمیدونیم، قدر اینکه بچه‌مون سالمه، خودمون سالمیم، نق میزنیم، از مشکلات مسخره و کوچیک زندگی مینالیم. من چند وقت خیلی دارم با خودم تمرین میکنم که این کارا رو نکنم، این نق نزنم. خیلی موامم با گردنم با موام بافتم گیر کرده اینجور. بعد یعنی هر جایی که شروع میکنم به نق زدن قشنگ ترمز خودم رو سریع میکشم، میگم ببین اینجا داری ناشکری میکنی، حواستو جمع کن. تو خیلی چیزا داری. ببین اینو نمیگم که مثلا واسه هیچی نجنگیم، تلاش نکنیم، پیشرفت نکنیم، نه، میگم واسه یه چیزهایی که اتفاقاتی که داره میفته خیلی نق نزنیم، بپذیریم که یک سری چیزا باید تو زندگی اتفاق بیفته. یعنی زندگی دیگه، اینکه همیشه گل و بلبل باشه که شما قدر خوبیاشو نمیدونید. یه روزای بعد بد باشه که قدر روزای خوبشو بدونید. خلاصه خیلی رفتم حالا ولش. چند وقت پیش که آخرین ویدیویی که گذاشته بودم که توش گفتم پندار از شیر گرفتم، از تجربه از شیر گرفتن پندار گفتم، همه اومدن گفتن که آخه مثلا کاش میگفت چجوری این کار کردی و برام مثلا بیشتر توضیح میدادی و اینا.
راستش هیچ توضیح دیگه ای نداشت غیر از اون پندار خیلی راحت با این مسئله کنار اومد و من هیچ چالش شدیدی نداشتم که بیام مثلا بیشتر توضیح بدم. واقعا توضیحش همونقدر بود. اگه بخوام الان بیشتر بگم قشنگ میشه حرفای ویدیو قبلی تکراری میشه. ولی یه نفر برام کامنت گذاشته بود که من ویدیوهاتو خیلی دوست دارم. واقعا مرسی. یعنی هم یه کامنتی که گذاشته بود خیلی به من انگیزه و انرژی داد و گفته بود که واسه ماهایی که بچه داریم بیا بیشتر از تجربه بچه داری بگو. راستش این که فکر میکنم تجربه آدم‌ها تو بچه داری با هم دیگه متفاوته. حداقل چیزی که من فهمیدم، من قبل از اینکه خودم بچه دار بشم خیلی نگاه می‌کردم رفتارهای آدم‌ها با بچه‌هاشون و نوع نگرش آدم‌ها به بچه داری و تربیت بچه. کتابایی که در مورد تربیت بچه بود و اینا رو خیلی می‌خوندم. نمیخوام بگم اونا بی تاثیره و همش کشکه، ولی میخوام بگم که تا بچه‌تون نیاد، تا چالش هایی که خودش براتون به وجود میاره رو نیاره، شما راه‌های مواجهه با اون چالش ها رو انگار یاد نمیگیرید. خوبه که از قبل سری چیزا رو بدونین، کتاب بخونین، تجربه دیگران رو بدونین، ولی هر بچه‌ای به نظر من متفاوته، چالش خودشو داره، رفتار خاص خودشو داره. ولی چشم از این بعد بیشتر ویدیو میذارم در مورد کاری که پندار میکنم، بازیایی که باهاش میکنم، چالشایی که باهاش دارم. حتما یکی از چالشایی که من الان با پندار دارم، حالا چون گفتید در مورد صحبت کنم، اینه که پندار شیر نمیخوره. هیچ شیری رو نمیخوره. یعنی شیر خودم رو که حذف کرده، البته دکترش هم گفته نیاز نداره چون غذا رو کامل میخوره، ولی نمیدونم چرا تو با ماست و دوغ و پنیر و اینجور چیزا میخوره که کلسیومش تامین بشه و اینکه میدونم که بدنش کلسیوم رو جذب میکنه. اما انگار که فکر مامانا اینطوری ان دیگه، نگران اینه که بچه‌ها چرا شیر نمیخورن. تنها شیری که پندار میخوره اینه که تو سرلاک صبحانه‌اش من شیر میریزم و متوجه طعمش نمیشه میخوره. حتی شیر موزم نمیخوره. این اصلا که چالشام واقعا باهاش اینه و من هر روز دارم شیر رو به پندار تعارف میکنم، کم نمیارم و به امید اینکه یه روزی اون تسلیم بشه و با این طعم کنار بیاد. دارم هر روز شیر رو میریزم توی شیشه و بهش میدم. یه روز تو لیوان میریزم، یه روز شیر موز درست میکنم، یه روز شیر توت فرنگی درست میکنم، یه روز نمیدونم هر چیزی، شیر دارچین درست میکنم. خلاصه که نمیخوره دیگه، نمیخوره و اصلا ببین اینطوریه که یه با نی مثلا خیلی دوست داره چیزی بخوره، یه قلوب میره تو دهنش اصلا قیافش رو یه جور عجیب غریب میکنه. خیلی واسم جالب. خلاصه که یک از چالشام باهاش الان اینه. و یه کار دیگه هم که تصمیم گرفتم به زودی انجام بدم اینه که تا قبل از 2 سالگی پندار، تا قبل از اینکه شروع وابستگی شدیدش به من اتفاق بیفته، چون الان دیگه شیر شبش هم حذف کرده و خواب شبش هم داره مرتب میشه، میخوام جا خوابش رو جدا کنم از خودمون و دیگه تنهایی تو اتاقش بخوابه. حالا در مورد اونم تصمیمی که دارم اینه که تختی که داشته رو جمع کنم و فعلا براش تخت نخرم. پندار یه دوشک داره از این دوشک‌های خوشخواب که براش تخت نخریدیم هنوز. تصمیم گرفتم که بدان د فلور یه سیستمیه که تخت و دوشک تخت رو میذارن روی زمین، اگه اسمش رو البته درست بگم، میذارن روی زمین و دورش کوسن و اینجور چیزا میچینن. ارتفاع زیادی نداره، مثلا ارتفاعش از زمین انقدره واسه بچه‌هایی که ممکنه قلط بزنن، بیفتن رو زمین و اینا. یه چیز سیفیه، سیفتر از تختیه که حالا ارتفاع داشته باشه و اینا. به خاطر همین تصمیم گرفتم اون کار براش بکنم. حالا چرا تختی که دورش مثلا نرده داشته باشه سفارش نمیدم که پندار مثلا سیفتر باشه؟ به خاطر اینکه پندار خیلی بچه قلط خیلی قلط میزنه و میخوره تو در دیوار همش. به خاطر همین ترجیح همینه که فعلا اونو براش بذارم ببینم اول چه جوری جواب میده، بعد اگر که دیدم اوکی نبود و حالا نسبت به شرایطش تخت براش بگیریم. براهی هم که میخوام انجام بدم اینه که بخوابونمش روی تخت خودش، بعد خودم یه چند ماهی چند هفته‌ای بستگی داره که چقدر بتونه همکاری کنه کنارش بخوابم. یاد که گرفت دیگه کم کم تنها بخوابه. البته چند ماه اول تا مثلا چند وقت اولی که میخوابونمش تنها بالا سرش دوربین میذارم که اگه تکون خورد مثلا رفت هرچی دوربین به من آلارم بده، نوتیفیکیشن بده بهم و من برم مثلا چکش کنم این بچه راه نیفته بره جایی سرش بخوره. خلاصه که یکی از چالش‌های جدیدی که قراره بر خودم درست کنم اینه که دوباره یه شب بیداری داشته باشم و مواظب میشم که پندار کجاست در اقصا نقاط خونه جمعش کنم. اینم تصمیم جدیدمه. خب آدریان سلام کن. بگو سلام. چی درست میکنی؟
چی داری درست میکنی؟ نه نمیافته اون سه. داریم مساخا درست میکنیم. آدریان اومده کمک من. اینقدر بعد روغن بریزی. ببین قابلمه رو من کوچیک میگیرم که اگه قابلمه رو گنده بگیری و توی یه سری عالمه سرخ میکنی. بعدش اینا رو یه بار فقط توی آرد سفید معمولی میقلتونیم همین. حالا اون فکر کنم هنوز داغ نشده روغنه. داغ که شد بعد میندازیم. ببین روغن که قشنگ داغ باشه میندازیم تو روغن. فقط ببین کثیف کاری گاز داره دیگه. این آردا همش پخش میشه. یا آخرش یه گازی هم برای واو آدریان چقدر خوشمزه. چیو بدم؟ درست نشده که. بذار درست بشه. گوشیو بدم؟ تو میخوای بگیری؟ باش. خب گفتم این مرحلهش هم بهتون نشون بدم که ببینید به این مرحله که رسید دیگه میتونید برش دارین. فقط اینکه چنگال بزنید داخلش که قشنگ بافت گوشتم. ببینید قشنگ بافت گوشتم آبدار و نرمه، یعنی نرم شده پخته شده. خیلی هم نذارید بمونه که سفت بشه و قشنگ سینه اصلا سفت میشه. اینجا هم سیب زمینی گذاشتیم که خلاصه همین مزه بود؟ رضایت مشتری. آدریان به مهیا بگو خیلی خوشمزه بود. آدریان ببینمت. دوربینو ببین خوشمزه بود. رضایت مشتری نشون میده که خیلی خوشمزه بوده. 3 تا خورده. نوش جونت. وقتی 2 تا بچه دار با هم قرار میذارن این شکلیه. دوستم داره تو اتاق پندار بچه‌شو میخوابونه. منم پندار رو اینجا خوابوندم. این هنوز نخوابیده. لا 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 لا. بلنش بشینی. دیگه میشه لالایی نخونم. لالایی بخونم. لا 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 لا. ما هنوز شام نخوردیم. بریم شام بخوریم بعد لالا کنیم. آره ایت. اون دایناسوره. فرغونو حل بده. قان 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 قان. قان 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 قان. قان قان قان. چهره خسته یک مادر رو مشاهده میکنین که پدر بچه اومده داره باش بازی میکنه. دوستم ساعت 7:30 8 رفت. شام پندار رو دادم ساعت 8:30. دیگه الان نزدیکای 9. پندار بعد بخوابه. منم ماشین لباسشویی روشن کردم. نشستم ماشین لباسشویی رو نگاه میکنم. به شدت خستگی هم خونه رو جمع کردم. اسباب بازی رو جمع کردم. دیگه کم کم ماشین لباسشویی تموم شد چون بوق بزنه پندار وسطش از بوق این بیدار میشه. این تموم شد دیگه ببرم پندار رو بخوابونم. فکر کنم ولاگو همینجا تمومش کنم. مرسی که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین. خیلی دوستتون دارم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.